سلام بر دوستان خوبم. چه روزی بود امروز، چه روز پرخبر و آشفته‌ای بود امروز. هر دم از این باغ بری میرسد. توی این بازار کریپتو قبلا هم صحبت کرده بودیم، خبرهای شگفت‌انگیز یه دفعه‌ای میاد بیرون، چیزی که کسی خبر نداره. البته درونی‌های خودشون خبر دارن. آدمایی که دور و بر بانک مرکزی آمریکا، دادگستری آمریکا و توی خود صرافی‌های بزرگ هستن، مدیرانشون قطعا این چیزها رو میدونن از قبل و حرکت‌هایی هم که ما در مارکت میبینیم خب قطعا برگرفته از همین چیز هاست. امروز میخوایم خیلی متمرکز درباره خود بازار کریپتو صحبت بکنیم. اصلا نمیریم دیگه سراغ، اینقدر خبر داره که نمیریم سراغ بحث اقتصاد کلانی و اقتصاد آمریکا و بورس و این صحبت‌ها، چون وقت نمیشه. من تقسیم میکنم این موضوع رو به دو تا بخش. یکی بخش فاندامنتال که ما بیایم خبرها رو به صورت کلی یک بررسی بکنیم و بعدم میریم سراغ یه سری بحث‌های تکنیکال که روی چارت ببینیم که اصلا فارغ از بحث فاندامنتال، روی چارت، روی گراف هایی که داریم چی میتونیم ازش در بیاریم، استنباط بکنیم فارغ از بحث های فاندامنتالی. خب همونطور که فکر کنم دیگه همه الان خبر دارند، خبر شوکه کننده امروز این بود که مدیر عامل بایننس استعفا داد و در گزارشی که بانک مرکزی به صورت رسمی، به صورت لایو یک چیزی داشتن، یک کنفرانسی داشتن، ببخشید گفتم بانک مرکزی، اصطلاحاً بهش میگن Department of Justice. توی این سریالا باید شنیده باشین این بحث دادگستری آمریکا رو. اینها گزارششون انگار حالا لو رفته بود یا اینکه اینها به صورت غیر رسمی اعلام کرده بودن که ما یه سری خبرهایی داریم راجع به اینکه ما یه تصمیماتی در مورد بازارهای کریپتوکارنسی و اکسچنج های مرتبط باهاش گرفتیم، یک اقداماتی میخوایم انجام بدیم و اینها صحبتهایی بود و اشاره دقیقی نکرده بودن، ولی خب خبرش درس کرده بود دیگه. خود صرافی بایننس به هر حال مدیرانش میدونستن که چه خبره، شاید هم از هفته ها قبل اصلا میدونستن چه خبره، چون این جریان ها مال یک روز و دو روز نیست. چه اتفاقی میفته؟ میان توافق میکنن. متن این قضیه اینه که آقای سیزد یا همون مدیر عامل بایننس میاد توافق میکنه که استعفا بده و قبول میکنه اون اتهاماتی که به شرکت بایننس خورده. 4 بیلیون دلار آمریکا یا 4000 میلیارد، 4000 انقدر گفتیم، 4000 میلیارد تومان، 4000 میلیارد تومان، 4000 میلیون دلار آمریکا جریمه میشه صرافی بایننس برای اتهاماتی که داشته، از جمله پولشویی، از جمله کمک به تروریسم، از جمله عدم اطلاع رسانی و عدم شفافیت و یک سری از اتهاماتی توش هست که خیلی واضح و صریح در این کنفرانس خبری به ارتباطش با ایران میپردازه، به ارتباطش با حماس میپردازه، برای تأمین مالی حماس در واقع میگه که اینها همکاری کردند، یا بهتر بگیم همکاری کردن رو بذاریم کنار، چشماشون رو بستن از اینکه یک پولی میاد نقد میشه اینجا. حالا بحث حماس و ایران به کنار، در واقع کارتل های مواد مخدر پولهاشون رو می اومدن اینجا نقد میکردن. کسانی که در واقع توی کار پورنوگرافی، چایلد سکشوال ابیوز
و این کارهای این چنین بودن، اینها پولاشون رو میومدن اینجا تمیز میکردن، پولاشون رو اینجا میومدن نقد میکردن و بگیرید از این باب. خلاصه یک بهشتی بوده برای چی؟ برای کسانی که میخواستن پولهاشون رو نقد بکنن بدون اینکه سرنخی به جا بماند. حالا وزارت دادگستری آمریکا این وسط چی کار هست؟ یا شما آمدید چندین سال در آمریکا بودید، به ما هم گزارش درستی ندادید از این جریان و ما 2 سال پیش از شما خواستیم و بارها به شما اخطار دادیم که از آمریکا خارج بشید و شما گفتید که ما از آمریکا خارج شدیم، در حالی که کلی یوزرهای دانه درشت آمریکایی رو همچنان داشتید و همچنان دارید، نگه داشتید و دارید باشون کار میکنید تحت عنوان یوزرهای ناشناس. دقیقاً اصطلاحش رو هم توی در واقع اون گزارششون میگن. حتی یک متن چتی که اینها کاملا مستنده، یعنی توی چیزیه که تحقیق شده و خود بایننس در اختیارشون گذاشته که چت خود، یه قسمتی از چت خود آقای سیزت بوده که ما اگر یوزرهای آمریکایی دانه درشت رو بخوایم از دست بدیم عملاً یک حجم زیادی از پول رو از دست میدیم و بهتره که فعلا این کار رو نکنیم. فلسفهشون این بوده که ما، جمله خود آقای سیزده که جایی به کار برده، گفته که بهتره که به جای این که ما به قانون پایبند باشیم همین الان بیایم بگیم باشه، بذاریم بعداً ما رو مجازات کنن. خب مجازات این کارهای مالی اینطوری معمولاً همون مالی هست. وقتی که طرف شما یک شرکت حقوقی باشه، مدیر عامل رو نمیگیرن مثلا اعدامش کنن و اینکه اصلا کلا این آقای سیزت خب نه تبعی آمریکاست نه کاری تو آمریکا داره و کلا رسما اینها خلاصه 2 سال پیش گفتن ما اصلا نیستیم دیگه توی آمریکا، در حالی که همچنان داشتن کار میکردن. خیلی مشخص خلاصه اتهاماتشون رو اینجا اومدن گفتن و خیلی پیام مشخصی دادن به بقیه صرافی ها که ما هیچ گونه خلافی رو بر نمیتابیم. یعنی گفته آمریکا، دولت آمریکا و وزارت دادگستریش کاملا مشخصا اعلام کرده که ما پیامی مشخصی داریم برای کسانی که فکر میکنن با تکنولوژی میتونن از قانون فرار بکنن و اونی که هیچ جای تاریکی رو نیست که ما بهش دسترسی پیدا نکنیم. دیگه خفن‌تر از صرافی بایننس که ما نداریم که حجم بسیار زیادی پول داره، کلی روابط داره، کلی با دولت‌های مختلف و با آدم‌های بزرگ اقتصادی مختلف ارتباط داره، اما آخر سر تحت سلطه این قانون قرار میگیره. البته که بهتر بگیم تحت سلطه یک بازی قانون قرار میگیره، چون خود همین آقایونی هم که توی وزارت دادگستری هستن که اینها پسر پیغمبر نیستن که پاک و مؤمن باشن و به دنبال این باشن که چی بخوان عدالت برقرار باشه و اینها. واقعیت ماجرا این نیست. قطعاً دست‌های پشت پرده زیادی این وسط هست و در نهایت هم 4 بیلیون دلار عدد خیلی بزرگیه. این یک جایی تو توییتر 1-2 نفر نوشته بودن که ببینید وزارت دادگستری آمریکا تونست 4 بیلیون دلار از بایننس پول در بیاره، در حالی که ما این همه سرکله همدیگه میزنیم چقدر مگه داریم پول در میاریم توی ترید. و خلاصه آشوبی بود، آشفته بازاری بود در بازار کریپتو، گرچه که بیت کوین خیلی جالب مقاومت کرد نسبت به این خبر. حالا یا تقاضایی بود و یا تقاضایی ساخته شد برای ارزهای دیجیتال، اما با همه اوصاف چند درصدی ریزش کرد خود بیت کوین. سایر ارزها هم همینطور. یک حمام خونی بود و یک آشفته بازاری یا یک ترس خیلی شدیدی. ولی من فکر میکنم که
حجم زیادی رو هضم شد توی بازار، یعنی توی همین حدود 30 تا 6000 35500 خیلی جمع شد. حالا اینا آمارهاش قطعا در گلسنود و جاهای دیگر هست، میتونیم بعدا رجوع کنیم و ببینیم که چه خبر بوده. یک گزارش دیگه هم دارن که اینها دارن روی صرافی کراکن هم کار میکنن، همین Department of Justice، که اون رو هم میخوان بررسیش بکنن، تحت محاکمه بیارنش، ازش یه پولی دوباره بگیرن به هر حال، و معلوم نیست صرافی بعدی کی باشه. قطعا قبلیاشو که میدونید، FTX رو که میدونستید، داغش هنوز فراموش نشده بود که چی شد، بایننس اینطوری به فنا رفت و خلاصه این داستانه وجود داره. حالا از طرفی یک سری ها میان یک ادعایی اون وسط مطرح میکنن، میگن که نه این خیلی هم خوبه. چرا خوبه؟ چون نوعی به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال هست. یعنی چی؟ یعنی که اینو به عنوان دارایی داره دولت آمریکا قبولش میکنه. البته حرفشون بیراه هم نیست، چون به هر حال این بحث ETF رو اگر بخوان اینها قبول کنن باید شفاف سازی داشته باشه این ماجرا. یعنی قطعاً بحث کریپتوکارنسی، صرافی هایی که درش دارن کار میکنن باید شفاف باشن که اگر یک آقایی یه دفعه 10 میلیون دلار اومد توی حسابش، از کجا اومده، چرا اومده، اینها رو باید بتونه جواب بده. یعنی اگر نتونه اینجوری صحبت بکنیم، منطقش اینجوریه که اگه شما نتونی بگی که 10 میلیون دلار از کجا اومد توی حسابت، خب توضیحی براش نداشته باشی، این پول معلوم نیست پول کثیفیه، پول از کجا اومده یه دفعه شما 10 میلیون دلار پیدا کردی. در واقع این باید رد پول مشخص باشه. برای اینها کل ماجراشون همینه. یعنی اگه شفاف سازی رو داشته باشن، هیچکی بعدش نمیاد. دولت آمریکا بعدش نمیاد که مالیاتش رو بگیره، یک بیزینسی بچرخه، مردم هم با هم بازی کنن، مالیات بگیره ازشون. مگه تو فارکس چیکار دارن میکنن؟ تو فارکس ملت دارن جفت ارزهای یورو به USD یا به هر چیز دیگه ای رو با هم جابجا میکنن. خب اون به عنوان ارز شناخته شده به رسمیت، ولی در کل موقعی که شما تو فارکس کار میکنی که قرار نیست پولی بگیری ازش و پولی بدی، داری یک معامله فیوچرزی انجام میدی که این وسط یا درآمدی داری یا ضرری داری، ولی چه درآمد داشته باشی چه ضرر داشته باشی، صرافی پولش رو میگیره، دولت مالیاتش رو میگیره و کاری به هیچی نداره که شما ضرر کردی یا سود کردی. پس از کریپتوکارنسی هم بعدشون نمیاد قطعاً و دوست دارن که ازش مالیات بگیرن. فقط ترسشون اینه که این قضیه یک آشوبی نباشه که بعداً دامنگیرشون بشه و بدتر بشه ماجرا. میخوان بتونن مالیاتشون درست خلاصه ازشون بگیرن. این بحث ETF رو تقریباً برآوردها اینه که در 2 ماه آینده نهایی میکنن این دوستان ما در SEC یا همون بحث یه هیئتی مربوط به بحث همون بانک مرکزی آمریکاست. حالا بیایم تمام اینها رو که فراموش کنیم، از بحث تکنیکال هم بخوایم به ماجرا نگاه بکنیم. از چند روز پیش یه پترن هایی رو روی گراف های روزانه 4 ساعته اینها میتونید ببینید. خیلی مشخص تر از همش که من امروز نگاه میکردم پالیگون یا ماتیک هست که روی گراف 4 ساعته اگر نگاه بکنید یک هد اند شولدر خیلی قشنگی تشکیل داده و امروز صبح به وقت نیویورک چی شد؟ این هد اند شولدر شکست و خیلی قشنگ آمد پایین. تقریبا چیزی در حدود 10% این ارز افت قیمت کرد و پیش بینی میشه که تا 16%، یعنی تا 67 دلار این میاد پایین احتمالاً توی اون بررسی ها. اصلا کلا قاعده هد اند شولدر اینه که تقریبا به اندازه اون هدش میاد پایین، حالا کمتر یا بیشتر. روی نمودارهای تکنیکال دیگه هم اگر نگاه بکنیم همچین پترن های هشدار دهنده‌ای وجود داشته خارج از این که بحث فاندامنتال چی بوده. اما یکم
عمیق‌تر نگاه بکنیم به ارتباط این دوتا چیه، اینه که قطعا آقای سیزت که امروز صبح پا نشده یه دفعه بگه که بله من قبول دارم اتهاماتم رو تمام و بازار بخواد واکنش نشون بده. قطعا 2-3 هفته است که اینها در این بلبشو هستند که چه اتفاقی میخواد بیفته، میخوایم چیکار بکنیم، تصمیم نهاییمون چیه، بهترین کار چیه که من استعفا بدهم، استعفا ندهم، چی رو قبول بکنیم، چقدر رو قبول بکنیم. اصلا شاید بحث جریمه یک عدد دیگری بوده، اینا یک پوانایی گرفتن. این آقای سیزر قرار شده که مالکیتش رو در صرافی بایننس حفظ بکنه، اون درصد مالکیتش رو. یه معاملاتی پشت پرده کردن که داستان کش پیدا نکنه و به نفع کی باشه؟ به نفع هر دو طرف باشه. خب وقتی همچین خبری وجود داره، یک بازی هایی رو اینا از 2-3 هفته پیش شروع میکنن. یعنی اینکه شما میبینید که یه خبر ETF میاد یه دفعه اینطوری بازار میره بالا، میکشه میره بالا، و یا بعضی وقت بدون خبر این اتفاقات میفته، میره بالا یه دفعه میاد پایین، پامپ میشه، یه دفعه دامپ میشه. این 4 بیلیون دلار رو که آقای سیزد از جیب خودش نمیخواد در بیاره بده به دولت آمریکا، این پول رو در طول این سالیان در آورده چندین برابرش رو شاید، و توی همین مدت هم این بازی رو انقدر تکرار کردن همین صرافی و هم صرافی های دیگر، مدیران اینها قطعا با هم در ارتباط بودن و خیلی بازیایی کردن که ما اصلا روحمون هم خبر نداشته و فکر میکردیم که داریم روی تحلیل تکنیکال به به چقدر قشنگ میره، بله داره میره بالا، بله داره میاد پایین، و اونها هم به ریش من و شما میخندیدن اون پشت قضیه و پول در میآوردن از این جریان. یعنی یک جایی یک خبری رو شاید به عمد منتشر میشده، این آقای شرکت بلک راک میومد شاید خودش یه سری خبرهایی رو پخش میکرده، قیمت میکشیده بالا، بعد اون دارایی رو که داشته میفروخته و باز دوباره در کف دوباره میخریده، دوباره یه خبر دیگه پخش میشده، دوباره میفروخته. اون جریان ریپل اگه یادتون باشه که گفتیم یه فیک نیوزی اومد و یه دفعه ظرف فرض کنید 1 رو 20 دقیقه مثلا 15% یه ارز این گندگی میره بالا میاد پایین، اینا پشت قضایاش قطعا مرتبط، نگاه بکنید مرتبطه به هم دیگه. به هر حال طولانی شد خیلی بحثمون امروز، خبرهای زیادی احتمالاً بازم هست. هنوز بازار چین و بازار اروپا هنوز واکنش های بزرگش رو نشون نداده. به نظر من در چند ساعت آینده واکنش اون دوتا بازار رو هم بهتر میبینیم و این خبر کم کم هضم میشه. ولی همیشه خبرهایی هست که من و شما نمیدانیم، اینو یادمون باشه. خبرهایی همیشه هست که من و شما ازش خبردار نیستیم چه اتفاقی داره میفته پشت پرده و قراره بیفته. خیلی ممنون که وقت گذاشتید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، ما رو به دیگران معرفی بکنید و ممنونم از شما که وقت گذاشتید این ویدیو طولانی رو دیدید.